خب تمام جمله ها رو میبریم یه طرف معادله و معادله رو مساوی با 0 قرار میدیم. اگه x بیاد این طرف میشه منفی 1/4 بیاد این طرف معادله میشه مثبت 1/4. خب یاد مربع دو جمله‌ای میافتیم. اتحاد مربع دو جمله‌ای به چه صورت؟ x2 منهای اینجا به اضافه داریم 1/2 به توان 2 منهای 2 برابر جمله اولی در دومی. درسته که اینا از هم ساده شدن شده منفی x. خب پس میشه x منهای 1/2 به توان 2 مساوی با 0. خب اینجا بود ریشه مضاعف دیگه. پس x منهای 1 به توان 2 مساوی میشه با 0. یعنی x ما برابر با چیه؟ 1/2.